داخل ویدیو قبلی گفتم ترکیبایی که دوست دارید امتحان کنم رو تو کامنت ها بهم بگید. اولین کامنت 2 قابلی کرانچی و 3 تند، اینم که کلا ولش کن واسه کشتن من اومده بود. آبلی چیپس و 3 تند. پس بریم سراغش. چیپس رو باز کردم، چند تا دونه ازش برداشتم و ریختم توی بشقاب. راستی بگید برای ویدیوی بعدی چه ترکیبایی امتحان کنم. بعدش هم خوردش کردم، بعدش آبلی رو باز کردم و ریختم توش. این اولین بار بود که من 2 آبلی میخوردم. بعد از اونم سس تند رو ریختم. بعدش قاطی کردم و خوردم. بچه‌ها یه طعم بی‌نظیر میده، خیلی طعمش خوشمزه، حتما یه بار امتحان کنید، عاشق این طعم میشید. همونجا که منم جارو کردم اینجا رو، همه رو خوردم. و اینکه عاشقتونم، حسابم فراموش نشه.